قسمت پنجم از مجموعه سرگردان‌های فضای مجازی. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان زن گرامی خسته نباشین. رسیدیم به قسمت دیگر از وضاحت مطالب سرگردان در فضای مجازی که متاسفانه توسط اشخاص سرگردان در فضای مجازی نشر و پخش میشه. با هم دیگر میریم برای دیدن قسمتی از سخنرانی آقای کمال حیدری که واقعا جای تأسفه بعد از سپری کردن عمری در امت اسلام به نام مسلمان انسان بیاد در مقابل امت اسلام و بر علیه امت اسلام قرار بگیره. این شخص بعد از سپری کردن یک عمری در مابین امت اسلامی به نام مسلمان و بلکه به عنوان یک شیخ آمدن و چنین ادعا کردن که بله این قرآنی که امت محمد صلی الله علیه و سلم امروز داره میخوانند طبق ادعای ایشان که نقل کفر دیگر کفر نیست، طبق ادعای ایشان این آن قرآنی نیست که بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پناه بر خدا نازل شده باشه. واقعا دوستان دقت بکنین، اشخاص سرگردان مطالب سرگردان در فضای مجازی بسیار دارن نشر میدن تا بتونن مسلمان ها را نسبت به حقانیت دین اسلام به شک بیندازن و بلکه سعی بر این دارن که دیگر اشخاص غیر مسلمان هم به دین اسلام نزدیک نشن، چون که ماشاءالله ما الحمدلله و المنه داریم که بسیار دارن مسلمان میشن. لذا برای رسیدن به حق حقیقی، یعنی واقعا شما میخواین هدایت پیدا بکنین، بهترین راه و تنها ترین راه این رسیدن به هدایت حقیقی اینه که انسان خالصانه از الله متعال دعا بکنه که یا الله مرا به اون حقی که در نزد تو حق است هدایت بکن. شبی میگذره، روزی میگذره، هفته‌ای میگذره، ماهی میگذره، مطمئن باشین هر کسی واقعا طالب هدایت حقیقی باشه الله متعال صاحب عرش اسباب هدایت او را در خواب و بیداری توسط اسباب مختلف الله متعال برای او کاملا آشکار خواهد کرد. حالا میریم به دیدن قسمتی از سخنرانی آقای کمال حیدری نسبت به ادعای باطل ایشون. اینم یک نسخه مال عربستان رو من نیوردم، این نسخه رو آوردم برای رفقا. از چی آقا؟ الجمهوریة الاسلامیه فی ایران منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریه. این آقا کجاست؟ این نسخه ببینید آخر نسخه چی می‌نویسه آقا؟ میگه از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص. این چه ربطی به پیغمبر داره؟ عاصم 128 هجری آقا، یعنی 120 سال 117 سال بعد از پیغمبر، و حفص هم 190 دنیا رحلت، یعنی 180 سال بعد از پیغمبر. خب این قسمت را با هم دیدیم. نسبت به این ادعای ایشون همین جایی که از کتاب قرآن، یعنی از همون صفحه آخر قرآن این مطلب را خواندن که از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم، در جلسه قبل واقعا مشخص شد که متاسفانه این بزرگوار به نسبت فهمیدن الفاظ فارسی هم متاسفانه مشکل دارن، نمیدونن که این مطلبی که اینجا نوشته شده برای اثبات چه موضوعی آورده شده. این از این مورد. اما در این قسمت ما با این جمله ایشون کار داریم: از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص. این چه ربطی به پیغمبر داره؟ این چه ربطی به پیغمبر داره؟ این چه ربطی به پیغمبر داره؟ خب آقای کمال حیدری، پس شما مدعی هستین که قرائت عاصم به روایت حفص پناه بر خدا هیچ ارتباطی با پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نداره و این شخص چنین است و چنان است. دوستان دقت بکنین، الحمدلله و المنه تحقیق مطالب با پیشرفت فضای مجازی برای رسیدن به حق حقیقی الحمدلله و المنه آسان شده. یعنی مشکلی به نسبت یعنی اثبات یک موضوع که آیا این واقعا راست هست یا دروغه الحمدلله و المنه خیلی آسان شده. شما برای شناخت شخصیت عاصم و برای شناخت شخصیت حضرت حفص رحمه الله تحقیق بکنین، یک سرچی بکنین در گوگل الفاظ حفص عن عاصم یا عاصم کیست یا عاصم بن ابی النجود تا برای شما کاملا مشخص بشه که این دو بزرگوار چه شخصیت های والایی در امت اسلام بودن
که با انگشت گذاشتن اشخاصی مانند آقای خویی یا اون شیخ آلبانی که در هیچ مدرسه دینی اون یعنی درس دین را اصلا تموم نکردن، چنین شخصیت های والایی با گفته و نوشته های اشتباه این دو هرگز دوستان شخصیت این اشخاص خدشه‌دار نخواهد شد. طبق تحقیقی که بنده در نسبت این دو شخصیت انجام دادم، برای بنده این مسئله واضح شد. قبلا هم آگاهی‌هایی برای بنده بوده، گفته های آقای کمال حیدری دیگه سبب شد که ما هم بیشتر تحقیق بکنیم. این دو بزرگوار، حضرت عاصم رحمه الله و حضرت حفص رحمه الله، هر دو از بزرگواران تابعین هستند، یعنی اشخاصی که شاگردی اصحاب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کردن. و هر دو این بزرگوار، هم حضرت عاصم رحمه الله و هم حضرت حفص رحمه الله، هر دو از قاریان بزرگ زمان تابعین بودند که در امت اسلام به عنوان شخصیت شاخص در این مورد از میان هزاران نفر، یعنی به صورت عمومی مقبولتر قرار گرفتن. و خود حضرت عاصم رحمه الله با یک واسطه شاگرد حضرت علی رضی الله عنه هستند و با یک واسطه دیگر شاگرد ابن مسعود رضی الله عنه هستند. یعنی حضرت عاصم رحمه الله چنین شخصیت بسیار والایی داره، چنین سند بسیار گران قیمت و پرارزشی داره که در یک جا شاگرد ابو عبدالرحمن سلمی که شاگرد حضرت رضی الله عنه باشند با یک واسطه شاگرد حضرت علی رضی الله عنه هستند و در سند دیگر شاگرد زر بن حبیش و ایشون هم شاگرد ابن مسعود رضی الله عنه، یعنی با یک واسطه از دو طرف یعنی شاگردی اصحاب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کردن. و برای هر کورکری هم مشخصه که اصحاب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شاگردی چه کسی را کردن. حالا حضرت عاصم رحمه الله بعد از وفات استاد خودشون ابو عبدالرحمن سلمی، این بزرگوار به عنوان قاری بزرگ کوفه به نسبت درس دادن به هزاران حافظ قرآن قرار گرفتن و از میان اون هزاران حافظ قرآن و قاریان قرآن حضرت حفص رحمه الله از میان اینها ممتاز قرار گرفتن. و این دو شخصیت در میان امت اسلامی به عنوان اشخاصی که یعنی اون قرائتی را که از محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به وسیله شاگردان آنها به امت منتقل شده، این دو بزرگ از همه بیشتر مقبولتر قرار گرفتن. حالا دقت بکنید دوستان، با این سند عالی آمدن و گفتن آقای کمال حیدری با این الفاظ، این چه ربطی به پیغمبر داره؟ این چه ربطی به پیغمبر داره؟ آقای کمال حیدری، این الفاظ شما، این گفته های شما، این بینش شما، این بمانند این میمانه، بلکه بسیار پستر از این. من یک مثالی برای شما میزنم. آقای کمال حیدری، شما اگر صاحب 30 هکتار زمین باشید و این زمین از پدر شما و پدر شما از جد شما و جد شما از پدر خودش و همینطور جد در جد تا 15-20 تا جد همینطور پشت سر هم با سند با امضا مکتوب در دست شما باشه، طوری که ثابت بشه که این زمین از 200 سال پیش جد در جد به شما رسیده و شما این سند در دست خودتون نوشته هم دارین، مکتوب هم هست. حالا شخصی بیاد وسط بپره بگه آقا کی گفته این زمین مال آقا کمال حیدریه؟ به این گفته این آقا شما خواهید خندید یا خواهید گریه کرد. حالا دیگه این دیگه اختیارش دیگه با شما هست. واقعا سندی به این عالی، سندی به این مقام، سندی با این وضاحت در امت اسلام برای این دو بزرگوار در میان امت اسلامی کاملا محترم و شناخته شده است. شما آمدین از دو شخصیتی که حالا دیگه به نسبت اون دو شخصیت ان من بعدا صحبت میکنم، به نسبت دو شخصیت دو نفر هنوز یک حرفی زدن، حالا به نسبت گفته های این دو بزرگوار ان من بعدا وضاحت خواهم کرد. واقعا امتی را کنار گذاشتن و دو نفری را که اینطور نظر دادن و قبول کردن، این بمانند همین است آقای کمال حیدری که سند زمین شما که 30 هکتار بوده، 30 پاره قرآن 30 هکتار جد در جد تا 200 سال به شما رسید، سند شما مکتوب مضبوط کاملا با امضا مشخصه. یه چند نفری بلند بشن بگن که آقای کمال حیدری بسیار بیجا کرده، بسیار اشتباه کرده، کی گفته زمین مال اونه؟ این با این ادا اطفارها، با این من یعنی نمیخوام مثل خودتون حالا دست را تکان بدم. واقعا آقای کمال حیدری شما خودتون را با یک امتی قرار دادین، امتی که در آن شیرهایی وجود دارن، بله ارسلانهایی وجود دارن که هرگز اجازه نخواهند داد که به نسبت دین و دیانتشون کسی بتونه
خدشه وارد بکنه. بله دوستان، قضاوت هم با شما، تحقیق بکنین، مطالب رو از هر کسی قبول نکنین. هر عمامه به سر و هر دارای لحیه و هر دارای عبا دوستان همه اهل حق حقیقت نیستن. در هر صنفی خوب و بد وجود داره، در میان دکترها، حالا در هر صنفی، حالا من نمیخوام اسم ببرم، در هر صنفی خوب و بد وجود داره. آقا در میان عمامه دارها هم همینطوره، خوب و بد هر جا هست بوده. منتها شما برای رسیدن حق حقیقی یک دعا بکنین که یا الله مرا به اون حقی که در نزد تو حق هست هدایت بکن، و دوم نگاه بکنین که اون اشخاصی که شما به عنوان مقتدا برای خودتون انتخاب کردین آیا گفتار اونها با قرآن و سنت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مطابقت داره یا خیر. اگر مطابقت داره پس این شخص مقتدای شما هست و واقعا اهل حق است. اگر نیست بدانید که او هم متاسفانه هرزگویی بیش نیست. الله به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.